این کوفته نیستش، زرشک پلو با مرغیه که زیادی مجلسیه. سینه مرغ بدون استخون میخوایم که با یه نصف پیاز و 2 حبه سیر و یه تیکه کوچیک فلفل دلمه‌ای و نمک و فلفل و زردچوبه میریزیم تو غذاساز. اگه غذاساز نداری چرخش کن. عطر و طعم و رنگ زعفرونم تو این غذا لازم داریم. تو جشنواره هفته‌های میلیاردی افق کوروش هر هفته 5 جایزه 1 میلیاردی داریم و 50 جایزه 5 میلیونی. با هر 500,000 تومان خریدم یه امتیاز بگیریم. هر 100,000 تومان خرید از برندای حامی هم یه امتیاز بیشتر داره. توپک‌های مرغمو سرخ کردم، توی همون مایتابه پیاز و سیر رو تفت دادم، بهش رب اضافه کردم و با زعفرون و آب میذارم نیم ساعت بپزه. حالا بریم سراغ تهچینمون. زرده تخم مرغ، زعفرون، ماست چکیده، روغن مایه و گلاب و خوب هم میزنیم و برنجی که زنده آبکش کردیم و بهش اضافه میکنیم. اینم رفت تا 40 دقیقه بپزه. اینجا رو ببین. بهش زرشک و خلال پسترم اضافه میکنیم و نوش جونتون باشه.